با سلام خدمت بینندگان کانال کلکتیو. امروز میخواستیم در مورد، البته در پیرو سلسله مباحث و صحبت‌هایی که در خصوص مخصوصاً قیام‌های اخیری که در جای ایران در همه تقریبا میشه گفت استان‌ها و شهرهای کوچیک، حتی شهرهایی که به نوعی آپولیتیک محسوب می شدن در جریان هست، موضوعی رو مطرح بکنیم به صورت خلاصه و اجمالی که دارای اهمیت هستش، اهمیت هم تئوریک و هم عملی، هم نظری و هم عملی داره. اونطور که قبلا هم اعلام شده از طرف مدیریت کانال و همچنین به صورت سرفصل هم مشاهده فرمودید، مسئله حق دفاع مشروع هستش. حق دفاع مشروع طبق به صورت داخلی، قوانین داخلی و قوانین بین الملل. منظور از قوانین داخلی قوانین کشورها هست، قوانین داخلی کشورها و از لحاظ حقوق بین الملل، یعنی قوانین و حقوقی که در منشور سازمان ملل متحد از سال 1945 به این طرف درج شده و مورد قبول همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد هستش. حق دفاع مشروع درسته که از لحاظ حقوقی و از لحاظ بین المللی از سال 1945 به این طرف به صورت مکتوب به ما ارائه شده و به صورت نوشتاری و همچنین حقوقی که سلسله قوانینی که در این چارچوب مورد قبول همه کشورها و همه ملت‌ها هستش قرار داره در دستمون. ولی خب تاریخش به خیلی قبل از سده قبل، یعنی 1945 برمیگرده. حق دفاع مشروع حقی هست که به صورت ذاتی مورد قبول، به صورت ذاتی و فطری مورد قبول همه انسان‌ها و کشورها و اجتماعات مختلف، جوامع مختلف هستش. اونطوری که در قوانین روم و یونان باستان میتونیم این رو ببینیم، حق دفاع مشروع رو ببینیم، مثلا در نوشته ها و کتاب ها و مکتوب هایی که از سیسرون باقی مونده، و یا مثلا قوانین که در مورد حق دفاع مشروع در فرانسه، قوانین فرانسه قدیم وجود داشت و البته پس از انقلاب فرانسه هم مورد قبول قوانین انقلابی فرانسه جدید بعد از انقلاب کبیر فرانسه هستش، مورد قبول واقع شد و تا به اکنون هم ادامه داره. با نگاهی اجمالی به تقریبا میشه گفت به همه ادیان و مذاهب هم از جمله دین اسلام حق دفاع مشروع وجود داره و مورد قبول هستش. یعنی به صورت ساده حق دفاع مشروع این هستش: هر فردی حق داره که در مقابل تجاوز، تعدی و عرض کنم به حیثیتش، به جانش، به کلیت جانش، به حیثیتش، به مال و ناموسش، به صورت نه به صورت خیلی خیلی شدید که هماهنگ و به صورت متناسب با اون میشه گفت نیرو و زورگویی که در
معرضش قرار گرفته به صورت متناسب واکنش نشون بده و متوسل حتی به زور و به سلاح بشه. حق دفاع مشروعی که در قوانین سازمان ملل متحد، مخصوصا در ماده 51 سازمان ملل، منشور سازمان ملل متحد میبینیم، میشه گفت که در مورد روابط بین الملل و روابط دولت ها هستش. یعنی ماده 51 رو اگر بخوایم که در نظر بگیریم، این ماده در مورد تجاوز دولت ها به یکدیگر، تجاوز کشورها به یکدیگر، تجاوز نظامی هستش. خب شروط و شرط هایی در این مورد وجود داره، چون که حق دفاع مشروع ماده‌ای هست که همکنون هم مورد بحث و گفتگو و عرض کنم میشه گفت که موردی هست، بحثی هست که بین اندیشمندان و فیلسوفان و حقوقدانان مورد بحث هستش. یعنی بعضی موارد رو، بعضی مسائل رو بعضی از حقوقدانان قبول نمی کنن، بعضی هاش رو عده دیگه‌ای قبول دارن. به این ترتیب مورد بحث و گفتگو هستش. یعنی دقیقاً میشه گفت که دقیقاً اون چیزی که تفسیری اگر بخوایم که از حق دفاع مشروع دقیقاً در دست داشته باشیم متاسفانه وجود نداره و اندیشمندان مختلفی در این مورد نظریات خاص خودشون و تفسیرهای خاص خودشون دارن. ولی خب میشه گفت و به این خاطر، دقیقاً به این خاطر هستش که این حق دفاع مشروع پس از سال 1945 که از پس جنگ جهانی دوم کلیه حالتهای جنگ رو، موارد جنگ رو در کل دنیا به وسیله هر کشوری که باشه مردود شمول سازمان ملل متحد به صورت جمعی کل کشورها. ولی خب اینجا حق دفاع مشروع رو به عنوان یک استثناء برای مقابله با تعدی و تجاوز به کشورها و دولت‌ها در نظر گرفت. یعنی به این ترتیب که اگر کشوری به کشور دیگه و یا به ملت اون کشور از طریق نظامی، یعنی این شرط مهمه که از بایستی به صورت سلاح، به صورت اسلحه، به وسیله اسلحه و به صورت نظامی این تجاوز صورت گرفته باشه، در همون لحظه بدون فوت وقت این کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته میتونه به صورت متناسب در همون وقت، در همون زمان مقابله بکنه به صورت اسلحه، به صورت نظامی با اسلحه و دفع اون تجاوز بکنه تا زمانی که به سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت بکنه و دادخواهی بکنه. ولی در اون زمان که وقت این نیست که به شورای امنیت شکایت بکنه، چون که زمان زیادی میطلبه، این در اون مدت زمان بدون فوت وقت میتونه که از خودش دفاع بکنه. ماده 51 حقوق بین الملل دقیقاً در مورد حقوق دولت ها هستش. اشاره به حق دفاع فردی و حق دفاع جمعی یک ملت متاسفانه نیست و این از لحاظ حقوقی متاسفانه که مسئله هست که ناقص هستش و جای بحث داره. ولی خب ما میخوایم این رو در نظر بگیریم که اولا حق دفاع مشروعی که از لحاظ حقوق بین الملل ما به صورت مکتوب در دست داریم از حقوق حق دفاع مشروع فردی
به حق دفاع مشروع دولت ها رسیده، یعنی استخراج شده از حق دفاع مشروع فردی. پس حق دفاع مشروع فردی از این لحاظ ارجح‌تر بر اون نوع حق دفاع مشروعی هست که در منشور سازمان ملل متحد و هستش و کلیه کشورها قائل به اون هستن. البته کشورهای عضو این رو در همون قانون، در همون ماده 51 هم میتونید ببینید. ولی این رو در نظر داشته باشیم که این حق دفاع مشروع دولت ها که گفتم در ماده 51 است، استخراج شده از حق دفاع مشروع فردی که در کلیه، تقریبا میشه گفت کلیه حقوق اساسی کلیه کشورها موجوده و در این موارد در کشور ایران هم هستش. یعنی این اولا دفاع از جان، ناموس، مال و حتی قسمتی از مال هستش و اگر حمله نظامی باشه، دوم این مسئله هم بایستی در نظر داشته باشیم که بایستی مشروع باشه. خب این با این تفاصیل اگر نگاه بکنیم به مسئله‌ای که در حال حاضر در ایران در حال وقوع هستش، یعنی اعتراضاتی که در حال حاضر در حال وقوع هستش به صورت مسالمت آمیز، البته به صورت مسالمت آمیز در کلیه شهرها، در دانشگاه ها میدونید که همین امروز، یعنی عرض کنم تقریبا میشه گفت که بیش از 35 دانشگاه در کل کشور، فقط 35 دانشگاه در کل کشور کوچک و بزرگ شاهد اعتراضات دانشجویان بودند و بسیاری از دانشجویان در خیابان‌ها، در داخل دانشگاه‌ها، در بیرون دانشگاه‌ها دستگیر شدند، شکنجه شدند، بسیاری کشته شدند در سیستان و بلوچستان، در کردستان، در آذربایجان، در خود تهران و در بسیاری از شهرها. متأسفانه آمار کشته شدگان دقیق نیست، آمار دستگیر شدگان هم دقیق نیست. این رو در نظر داشته باشیم که اگر نیروی نظامی که از طرف جمهوری اسلامی به روی تظاهر کنندگان گسیل داده میشه و کاملا مسلح هستش و حق تیر دارن و به سوی شرکت کنندگان شلیک میکنن، هر اعتراض کننده‌ای به صورت جمعی و فردی میتونند با تکیه بر حق دفاع مشروع فردی خودشون که مورد قبول حتی قوانین داخلی ایران هم هستش و مورد قبول همه قوانین بین المللی و نرم‌های حقوق بین الملل هستش، میتونند حتی با سلاح از خودشون، از مالشون، از جانشون، از ناموسشون، از حیثیتشون دفاع بکنن، به شرط اینکه دفاعشون متناسب با اون حمله‌ای باشه که با به اونها انجام میشه. یعنی دفاع بایستی متناسب با حمله باشه، نه اینکه به صورت انتقام جویانه باشه و پس از حمله باشه. دقیقاً بایستی در اون زمان باشه اتفاق بیفته، یعنی به صورت انتقام جویانه و عرض کنم خصمانه نباشه، دفاع باشه، یعنی بتونیم که اون رو دفاع بکنیم از اینکه این یک مدافعه هستش، یک دفاع هستش و دفاعی هستش که مشروط هستش از سوی نیروی نظامی، مثلا نیروی سپاه، نیروی بسیج، نیروی انتظامی و یا هر نیروی دیگه‌ای که چه شخصی چه غیر شخصی، یعنی بایستی یعنی دستشون اسلحه هست و به روی مردم آتش شلیک میکنن
بایستی متناسب باشه با اون حمله. بنابراین مردم نبایستی بترسن که اگر، چون که در سالهای اخیر هر حرکتی که در دنیا اتفاق میفته میترسونن که دست به اسلحه نبرند، چون که به صورت تروریست قلمداد خواهند شد. نخیر، این درست نیست. مردم حق دارن که طبق قوانین داخلی خود ایران، جمهوری اسلامی، اعتراض بکنن، به خیابون بیان و اعتراض خودشون رو بیان بکنند و در صورتی که به مانند اون چه که الان توی ایران در جریان هستش با اسلحه به روشون آتش میگشایند و شلیک میکنند، اونها هم حق دارن که به صورت متناسب با اسلحه با متجاوزین مقابله بکنند و از خودشون دفاع بکنند. این یک مسئله. مسئله دیگه‌ای که هستش اینه که بایستی در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی همونطور که در بخش در یکی از برنامه‌های قبلی بهش اشاره شد جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران اساساً خودش با رویکردهایی که به انسان و حقوق انسانی داره مشروعیت خودش رو کاملا از دست داره، هم در داخل هم در بیرون از ایران در جامعه بین المللی. بنابراین دست به اسلحه بردن و دفاع کردن و انقلاب کردن، قیام کردن و انقلاب رو جامعه عمل پوشوندن از لحاظ قوانین بین المللی هم کاملا مشروع هستش و نبایستی از این مسئله غافل بود و اجازه داد که دژخیمان جمهوری اسلامی بیشتر از این جوانان رو مورد ظلم و شکنجه و کشت و کشتار قرار بدن. زیاد وقت شما رو نمیگیرم. تشکر میکنم که امروز برنامه ما رو دیدید و مشاهده کردید. تشکر میکنم ازتون و آرزوی سلامتی و روزها و زمانهای خوش براتون دارم. ممنون و متشکرم.